درود میگویم به شما بینندگان عزیز شبکه سفینه. اشتراکیان فعال لاتاری فوری بعد از 2 هفته باز رسیدیم به دیدار همدیگر و این بازی نوبتی است از شبکه سفینه از استودیوی مرکزی. امروز چون همیشه دوستان عزیز مهمون داریم و مهمون ویژه ما هستند اسکندر طاهیروف. بار دیگه سلام علیکم. سلام علیکم. شما دید میگویم شما رو با بازی نوبتی. خب باری هم تماشا کردید همین بازی ما رو از شبکه سفینه. بله. چگونه است بازی؟ بازی به نهایت خوش میگذرد و من هر دفعه که یگام انسان غالب میشود من به نهایت خرسند میشم. و من فکر میکنم که امروز نیز غالب ما معین خواهد گشت و به شبهه شما سببگار خواهید شد که این نفر صاحب پول اساسی جایزه اساسی امروز 70,000 سومانی رو تشکیل میدهد. بینندگان عزیز 70,000 سومانی به هر یک شما موفقیت میخواهم و سببگار میشود اسکندر طاهیروف. به واسطه شما در اینجا نماینده خود همین اشتراکچیان هستید و نظارت میکنید که چگونه بازی میگذرد و تا کدام اندازه شفاف است. همین طور است؟ بله. دوستان عزیز من فکر میکنم که بارها در برنامه ها گفتیم و باز میگویم که از قاعده بازی الکی شما با خبر هستید، آشنا هستید و من به شبهه برای شما گفتم میتوانم که امروز شما حتما که غالب خواهید آمد. چیکار میکنیم؟ وقت رو زیاد نمیگیریم. آماده هستی تو؟ بله آماده. من با تو توپچه ها یا خود رقم ها رو میدیم. تو خب یک تا وارد لاتاترون میسازی. بینندگان عزیز بار دیگر میگویم که اون نفرانی که تازه مرحمت به شبکه سفینه پیوستند شما بازی نوبتی لاتاری فوری رو تماشا دارید و خب غالبان در نشرهای پیش الکی معین شدند. صاحب 70,000 سومانی 180 110 و 125,000 سومانی شدند و به شبهه شماره زیاد است و شما نیز هر یک شما بینندگان عزیز میتوانید شرکت ورزید و حتما از خب لاتاری فوری خریداری نمایید. ارزشش یک لاتاری یک چیپته 10 سومانی رو تشکیل میدهد و شما میتوانید صاحب 100,000 سومانی شوید. 70,000 80,000 و 120,000 سومانی. خب پورا رقم ها وارد لاتاترون شدن. گفتیم که 10 رقم است از 0 تا 9. شما گفتید که تماشا کردید و واقف هستید از قاعده همین بازی. من برای شما میگویم که باری هم شما شرکت ورزیده اید یا خود وقت خود را طولی خود را سنجیده اید در چنین بازی ها؟ تا حال نه، لیکن فکر میکنم که در نقشه هست. در نقشه هست. خیلی خوب. دوستان عزیز کمک اسکندر با احساسات داده شده است. اکثریت مهمانان ما با احساسات داده میشن برای آنکه خوشبختانه من از طرف پول نیستم. از همین لحاظ وقتی که با پول شخص نزدیک میشود کمک با احساسات داده میشوند. از همین لحاظ پول در نزد اسکندر است و خب معین خواهد کرد غالب رو. همه تیار است دوستان عزیز. دستگاه نواربرداری اسکندر تیار هستی؟ بله. شروع میکنیم بینندگان عزیز. موفقیت به همه شما اشتراکداران بازی لاتاری فوری از شبکه سفینه. میرویم. من تاب میدیم تا اون که شما میگویید که کفایه و من میستم شما انتخاب میکنید من نشون میدم. دوستان بار دیگر میگم که بازی شفاف است. هر یک نفر امکانی برد رو دارد و شما میتوانید خریداری کنید. 1 2 3 یا چند چیپتایی که شما میخواهید خریداری نمایید. کفایه است. کفایه نگاه نمیکنیم. خواهش میکنم با دقت باشید. با دقت باشید. معین میگردد. خب معین میکند رقم رو. اسکندر 0. دوستان عزیز 0 موافقت کرده است. اسکندر 1250 به اکران 1258. من درست گفتم؟ بله. 1258 چیپته موافقت کرده است. یعنی میدونیم معنی چی است؟ چی معنی دارد؟ این رقم در همین قدر چیپته خیلی عالی. اولین اشتراکچی است بینندگان عزیز که واقعا هم درک کرده الکی از قاعده خب واقف است با خبر است. یعنی دوستان عزیز 1258 چیپته موافقت کرده است بینندگان عزیز. یعنی اولش با 0 آغاز می شود. چون همیشه که گفتیم که واردی لاتاترون می سازیم و خب شما باز مشهور هستید با تخلص ساشا یا ساشکا. وقتی که گویند که اسکندر طاهیروف میفهمند بعضی ها نزدیکون ولی وقتی گویند که خب ساشکا اسکریپاش همه میدونند که کی است و خب از کجا است این تخلص؟ این تخلص نیست از نام
кӯтоҳи ман аст, Хоб. чунки номи ман Александр аст. خیلی عالی. номи аслии ман. Хоб. Дар Тоҷикистон номи ман Искандар машҳур шудагиаст. خیلی خوب. خیلی عالی. ва ин номи кӯтоҳи ман аст. лекин Дӯстони дар азиз, гирди атрофи худиё نزدیکان. наздикон аст. خیلی خوب. من فکر میکنم که شما با سوالی طولانی که میخواستید جوابش رو فهمید الکی جواب پیدا کردید و انتخاب میکنیم رقم دوم رو. پیش از اونی که رقم دوم رو انتخاب میکنیم بیننده‌های عزیز بار دیگر به شما مراجعه میکنیم که اگر شما امکانیت پیدا نکردید از شبکه سفینه برنامه رو پررا تماشا کنید. گفتیم که در 2 هفته یک مرتبه روز شنبه ساعت 7:15 یعنی 19:15 شام شما میتوانید از صفحه رسمی لاتاری فوری در فیسبوک واقف گردید که چگونه است که کدام چیپتا غالب برآمد و از اینستاگرام فوری کول و به شبهه شما معلومات پیدا میکنید. با دقت باشید، گفتیم که 1258 چیپتا موافقت کرده است. در رقم 0 باز میرویم. آماده هستی؟ бале توب میدیم و سوالها زیاد هستند برای اسکندر و در بعد انتخاب رقم دوم کیفایا نگاه نمیکنیم. خواهش میکنم مرحمت با دقت باشید بیننده‌های عزیز، با دقت باشید و رقم نوبتی رو من انتخاب کردم. الکی انیقترش اسکندر. رقم 9 دوستانی عزیز موافقت کرده است 120 چیپتا. موافقت کرده است 120 چیپتا، یعنی تو انتخاب کردن الکی چند رقمی که نزدیکتر می شود انتخاب میکنیم. الکی چی می شود؟ شماره محدود می شود. خیلی خوب. باز یک قدم دیگر به پیش و پیش از انتخاب کردن رقم سوم برای شما میگویم که مثلا برای چی مس خوب скрипка ин асбобест ки чунки интихоби ман дар хурдӣ буд бо тариқи телевизион ҳар вақте ки ҳамин асбобро медидам илҳом пайдо мешуд ва хоҳиш пайдо мешуд ки ҳамин асбобро یعنی از کی سر آغاز کردید شروع کردید؟ аз хурдиам аз синни 6 солагӣ 7 солагӣ. خیلی عالی. یعنی که به واسطه انتخاب خود شما بود و اکثر یک وقت میشود بیننده‌های عزیز که والدین حتما که فرزند را با این یا اون نوع خب موسیقی خب سفربر میکند و نو بس از اونی که فرزندش خواهش دارد یا نه. و در اینجا فهمیدیم که اسکندر خواهش خود اسکندر بوده است و والدین چیکار کردند؟ انتخاب فرزند را قبول کردند و بالاخره اسکندر تویروف یکی از چی میگویم با زبان تاجیکی؟ скрипка навоз. скрипка رو باز در تاجیکی میگویم که چی است؟ غیجک. یعنی غیجک کمک دیگرگونه است من فکر میکنم. به هر حال یکی از سکریپکا نوازان بهترین تاجیکستان هستند. به ما بود و خب تبریک میگویم او رو و مهمان امروزه ما هستند. اکنون دوستان عزیز انتخاب میکنیم رقم سوم رو. میرویم. خب اسکندر من اکنون احساس میکنم فکر میکنم کفایه است. احساس میکنم انمون نفری که مثلا 120 نفر تپش دیلش بسیار تیز هستند. 0 برآمد 9 برآمد اکنون میگویند که تیزتر اسکندر رقمی من رو انتخاب کنند، رقمی چیپتای من رو و خب میکوبد اسکندر. بیننده‌های عزیز با دقت میشویم. 0 و بینید که موافقت کرده است 11 چیپتا. بیننده‌های عزیز بار دیگر میگویم که 0 موافقت کرده است 11 چیپتا و رقم های ضروری را میبینید در اینجا. بینید که در روی خط رقم های ضروری هست 2 4 5 6 7 یعنی 0 نیست. وقتی که در روی خط رقم های ضروری رقمی که ما الکی شما از درون لاتاترون گرفتید نباشد چیکار میکنیم؟ یک طرف میگذاریم برای اینکه این دیگر برای ما چی است؟ لازم نیست. بار دیگر میگویم بیننده‌های عزیز با دقت باشید. اون نفرانی که نوکک به شبکه سفینه پیوستند شما بازی نوبتی لاتاری فوری رو از شبکه سفینه تماشا دارید و مهمون نوبتی ما هستند سکریپکا نواز بسیار هم محبوب و مشهور اسکندر تویروف و الکی 3 رقم رو انتخاب کردند 090. در روی خط ضروری رقمی 0 نبود یعنی 0 نبود ما یک طرف گذاشتیم و الکی 11 چیپتا در بازی است. 11 چیپتا در بازی است و این معنی آن را دارد که باید چیکار کنیم؟ ادامه بدیم دوستان. خب یک چیز دیگر
میگویند که موسیقی زبان ندارد. همین طور است. یعنی موسیقی وقتی که سرود باشد با این یا اون زبان، اگر زبان رو ندونی معنای همون سرود رو نمیفهمی. خب وقتی که موسیقی رو گوش میکنی، وقتی که موسیقی دلنشین باشد، خب با دل نزدیک باشد، فرق ندارد. یعنی کدام شخص و کدام ملت مینوازد. چی گفتم میتوانی اطرافیان همین چیز؟ یعنی این معنی اون رو دارد که موسیقی تیزتر، زودتر به دل شخص جا میگیرد. بله. من از تجربه خودم میتونم گفته که خودی شخصا من موسیقی تمام دنیا را گوش میکنم. بله. و برای سرقل دادن هم مهارت و ملکت ملت همون موسیقی، نوابسته از ژانر اون موسیقی و فکر میکنم همه انسانایی که مثل من موسیقی را نغز میبینن یا گوش میکنن یا اجرا میکنن، تمام موسیقی دنیا را گوش میکنن. خیلی عالی، خیلی خوب. و دوستان، چون که اسکندر گفتن موسیقی ملت، زبان ندارد، دولت ندارد. یعنی موسیقی در همه جا وقتی که دلنشین باشد، وقتی که خب موسیقی جذاب باشد، به دل نزدیک باشد، حتما که گوش خواهند کرد. خب دوستان عزیز، لحظه فرا رسیده است که رقم 4 رو انتخاب نماییم و معین کنیم. و در اینجا الکی گفتیم که 11 چیپتا فعال است. به هر یکی شما بیننده عزیز، اشتراکچیان محترم که تا این دم رقم هایتان موافق آمدند، موفقیت میخواهیم. ما میخواهیم که همه شما غالب باید. ولی چی لوج بازی در بازی ما فقط یک نفر چیکار میکند؟ غالب میآید. آماده هستی؟ بله. میرویم. کفایه است. کفایه، مرحمت. خب با دقت باشید. رقمی 3. رقمی 3 دوستان. و در روی خط رقم های ضروری نیست. گفتیم که 2 4 5 6 7 است. این معنی اون رو دارد که چیکار میکنیم؟ باز باز ادامه میدیم و برای ما رقم 3 لازم نیست. گفتیم که 0 3 لازم نیست و باز ادامه میدیم. برای اون نفرانی که میخواهند که چیپتا رو خریداری نمایند و اکثریت وقت با من سوال میدن بیرون از برنامه که چگونه است امین تا کدام اندازه شفاف است این بازی. باریدگر برای هر یک شما بیننده عزیز کفالت میدیم که بازی که در همین جا میگذارد به یگان چونوچرو شفاف است. رقم ها رو ما میبروریم شفاف به یگان چونوچرو و اگر اقبال شما بلندی کرد، تولیتون بلندی کرد، حتما که چیپتایی که خریداری کردید موافق میآید. آمده به همون جایی که پول رو میدین شما شهادتنامه، انیقترش شناسنامه و همون چیپتا رو پیشنهاد میکنید، موافق باید حتما پول رو میگیرید. یعنی امروز 70,000 سومونی است. حتما به هر یکی شما موفقیت میخواهیم بیننده‌ای عزیز. انتخاب میکنیم رقم نوبتی رو. با دقت باشید، موفقیت به هر یک نفر. آماده هستی؟ بله. خیلی خوب دوستان، میرویم انتخاب میکنیم رقم نوبتی رو. انتخاب میدیم تا اون دمی که اسکندر میگوید کفایه. خب با دقت باشید بیننده‌ای عزیز، با دقت باشید. لحظه های حساس حل کننده و معین خواهد شد که کدام رقم معین می شود. رقم 6 و بالاخره موافقی همین رقم گفتیم. رقم 6 معین شد و بینید که در اینجا 3 چیپتا موافقت کرده است. یعنی 3 چیپتا ما گفتیم که بعضن وقت با 4 رقم معین می شود، بعضن وقت با 5 رقم. 3 چیپتا دوستان عزیز معین شده است. 0 9 0 6. خب رقم های ضروری است 2 و 4. بینید الکی 3 چیپتا در بازی است. بله. بیننده‌ای عزیز، اون نفرانی که من نمیدونم 3 چیپتا در دست یک نفر است یا 3 چیپتا در دست 3 نفر است، من موفقیت میخواهم با شما. حتما که شما غالب میآیید و بی‌شبهه پول را صاحب میشوید و برای کارهای خوب نیک، برای اصلاح همون کمبودی‌هایتون، برطرف کردن کمبودی‌هایتون چیکار میکنید؟ استفاده و صرف میکنید. میرویم، وقت رو دیگه زیاد نمیگیریم زیرا من میفهمم که در حقیقت چگونه احساسات دارند همون اشتراکچی که 3 اشتراکچی که کفایه است، چیپتاشون موافقت کرده است. نگاه نمیکنیم، خواهش میکنم نگاه نمیکنیم بیننده عزیز. خب 3 چیپتا موافقت کرده است و یک لحظه رقم 7
باز رقمی 7 کشوله میدیم، زیرا در روی خط رقم های ضروری نیست. این معنی آن را دارد که رقمی 7 را نیز یک طرف میگذاریم. بینید تفاوت دیگر بازی ها از این بازی میدونید در چی است؟ یکمش که الکی 4 رقم معین شده است ولی موافقت کرده 3 چیپتا باید رقم پنجم رو یابیم. دیگرش که اینقدر رقم ها رو برآوردیم الکی در روی خط رقم های ضروری نیست. یعنی من واقعا هم فکر میکنم که کمک بعد روزو میبریم ولی چونی نیست هست. قاعده بازی همین است و وقت رو زیاد نمیگیریم. باز چیکار میکنیم؟ توپ میدیم. بار دیگر کیفایا تا اون دمی که میکشد انتخاب میکند رقم رو. میگویم بیننده عزیز که اون نفرانی که نمیتواند با سبب‌های گوناگون برنامه ما رو پرره بازی لاتاری فوری را از شبکه سفینه تماشا کند، امکانیت دارید از صفحه رسمی لاتاری فوری در فیسبوک واقف شوید کدام چیپتا برد کرده است، چگونه و چند سومونی شوجویزه است در بازی نوبتی و اینچنین از اینستاگرام صفحه خوب سروغای لاتاری فوری در اینستاگرام فوری کول و شما معلومات پیدا خواهید کرد. آماده هستی؟ بله. خب با دقت باشید دوستان. من انتظار میشوم که چگونه است و بینید که رقمی 5 شاید بعضی ها فکر کنند بیننده عزیز که اسکندر در اینجا اکنون خب بازی کرده ایستاده است و کوشش میکند که همون رقم رو نبرد. نه این طور نیست دوستان عزیز، در دست اسکندر نیست، فقط انتخاب میکنه. اگر رقم برآمد میبراید، نبرآمد باز ادامه میدیم. بیننده عزیز گفتیم که در داخل لاتاترون 5 رقم است و برای معین کردن غالب 2 رقم لازم است تمام. در روی خط رقم های ضروری هست 2 و 4. در اینجا 5 رقم میبینیم که تا کدام اندازه مهارت و ملکه بلند دارد اسکندر و انتخاب میکند همون رقم اساسی رو، رقم ضروری رو. وقت رو بعد روزو نمیکشیم و من میبینیم که بسیار تیز من میگوید استید میگوید اسکندر. این معنی اون رو دارد که این نفر نیز میخواهد غالب تیزتر معین شود. یعنی رقم 1 رقم 1 دوستانی عزیز و این چی است؟ بتونی گفته؟ دوام دارد دوستانی عزیز. الکی بینید که 6 رقم رو ما بیرون کردیم از لاتاترون. این معنی اون رو دارد که برای ما لازم نیست، در روی خط رقم های ضروری نیست. چیکار میکنیم؟ میرویم. شاید این دفعه زیادتر توپ دیم زیرا بسیار انتظار شد همون نفری که غالب میآید. کیفایا. خب دوستان عزیز با دقت باشید. انتخاب میکند اسکندر انتخاب میکند. گفتیم که برای ما رقم 2 و رقم 4 بسیار مهم است و رقم 9 است و این معنی اون رو دارد که باز ما میکوبیم و میجوییم تا اون دمی که اسکندر از لاتاترون رقم 2 یا رقم 4 را چکار کند؟ برآورد. خب من همون حسی ششمی تو رو میخوام فهم که تا کدام اندازه تو همین قابلیت رو داری. تو گفتم میتونی که عین حال کدام رقم رو میبری؟ عین حال؟ بله. فکر میکنم رقم 4 رو. ببینیم که چگونه مهارت دارد در این خب رشته اسکندر. رقم 4 رو گفت میبرد. آماده باش. کیفایا است. نگاه نمیکنیم. خواهش میکنم نگاه نکرده. گفتیم که برای ما لازم است 2 و 4. رقم نوبتی و رقم 4 دوستان عزیز. رقم 4 و در حقیقت نیز مهارت ملکه داشته است. بینید که الکی غالب معین شد و چیپتای بردناک رقمش 002. من نزدیکتر میگویم بیننده عزیز 002 01 04 588. بار دیگر میگویم که 002 01 04 588 شما رو تبریک میکنیم. رقم انم چیپتاش 0906 من فکر میکنم که شما در آخر بسیار خوب در حیرت گذاشتید انمون هم بیننده عزیز رو و هم اثبات کردید که چگونه حسی ششم شما خیلی خوب کار میکند. غالب معین شد بیننده عزیز. گفتیم که از خب شهر دوشنبه است.
من برای شما تبریک میکنم، شما رو تبریک میکنم و خورسندی شما حد و کنار ندارد. غالبی عزیز و من باری کامل دارم که شما زود الکی روزی دوشنبه اومده با شناسنامه و هم چیپتای برناک خود پولتون رو میگیرید. مبارکتون بود و سخن تبریکی از جانب اسکندر تویروف برای خود شما. چی گفتنی هستی؟ من همین غالبی همین برنامه رو از تحت دل، از صمیم دل تبریک میکنم و خیلی خوشحال هستم که همین نفر صاحب همین برد شد و با کارهای نیک و چی کمبودی داشته باشد و چی خواهش داشته باشد، یگام چیز یگام ارزو داشته باشد، مثلا در خرید یگام چیزی در عملی میکنه. خیلی خوب، خیلی خوب. سخنهای خیلی خوب از جانب اسکندر تویروف. بینندگان عزیز، هر یکی شما میتوانید که غالب باشید و چیپتر رو خریداری نمایید از نقطه های فروش لاتاری فوری بشبهه و صاحب 70 80 90 100 زیاده از 100,000 سومانی شوید. ارزش یک چیپتای فوری 10 سومانی است. من به هر یکی شما بینندگان عزیز موفقیت میخواهم. بازی های ما ادامه خواهند داشت. بعد از 2 هفته وا میخوریم و یک نوازش خیلی خوب و جذاب در اجرای اسکندر تویروف برای پیش از همه غالبی نوبتی ما و برای شما بینندگان عزیز شبکه سفینه و برای اشتراکچیان بازی لاتاری فوری. اینجا باشد من با شما خداحافظی میکنم تا دیدار نوبتی. سلامت باشید. خیر دوستان، خیر.